رن دکارت یکی از بزرگترین فیلسوفان غربی برای اینکه به همه شک و شبهه‌های قبل از خودش در فلسفه پاسخ بده، تصمیم میگیره که به طور سیستماتیک به همه چیز شک بکنه تا ببینه آیا میتونه به یقینی در فلسفه برسه و یا نه. اون اول تصمیم میگیره که آیا میشه که در هر چیز بیرونی شک کرد و بگیم که خب ممکنه وجود نداشته باشه. دیدش که چرا ممکنه. پس من شکم رو از اوضاع و احوال و اتفاقات و اشیاء بیرونی شروع میکنم. آیا میشه در این شک کرد که هیچ چیزی در بیرون وجود نداره؟ بله، گفتش که چرا نمیشه. ممکنه که وجود نداشته باشه و این ذهن من باشه که داره بازی در میاره. پس یه پله میام عقب‌تر. آیا میتونم به بدن خودم، به عواطف خودم، به احساسات خودم شک کنم؟ از جهت که اینها هم ممکنه وجود نداشته باشن. دید که چرا میتونه شک بکنه. هیچ نوع دلیلی وجود نداره برای اینکه اینها باشن. ممکنه که توهمات ذهنی من باشه که اینها رو توی ذهن من ساخته و پرداخته. تصمیم میگیره یه پله بیاد عقب‌تر و ببینه که آیا میتونه به خودش هم شک بکنه. میبینه که اگر که در هر چیزی شک بکنه، در این نمیتونه شک بکنه که داره شک میکنه. یعنی همین شک کردن دلیلی است بر اینکه یک کسی وجود داره که داره شک میکنه. دکارت اینجوری نتیجه میگیره که من اگر که در هر چیزی بتونم شک بکنم، در یک چیزی یقین دارم و اون که کسی هست که داره میاندیشه و این اندیشیدن دلیلی است بر اینکه یک کسی باید وجود داشته باشه که بیاندیشه. اگر که کسی وجود نداره، چجوری پس داره میاندیشه؟ اگر کسی نیست، چجوری پس من دارم شک میکنم؟ پس این اندیشیدن در من نشونه است برای اینکه من هستم و این همون جمله معروف دکارت، کوگیتو ارگو سام، یعنی میاندیشم پس هستم. دکارت به من که میرسه ازش عبور نمیکنه. معتقده که خیلی این رو واقعی میبینه، مثل من و شما و خیلی های دیگه. همین الان من اگر از همه شما بپرسم و بگم که شما چه دلیلی دارید برای اینکه معتقدید که یک منی در درون شما هست؟ شما چه دلیلی دارید برای اینکه معتقدید که واقعا وجود دارید؟ میگید که دلیلی نداره، خیلی طبیعیه، خیلی واقعیه. یه چیزی در من هست که الان داره به این وایس گوش میده و اون طرف هم یه کسی بایستی پشت موبایلش باشه که این وایس رو بگذاره. پس هم اون شخصی که داره وایس میذاره، یعنی همون حمید، واقعیه و وجود داره و هم منی که الان اینور دارم این وایس رو پلی میکنم واقعیم. اگر من وجود ندارم پس دارم به چی گوش میدم؟ اگر من وجود ندارم پس این زندگی روزمره رو داره کی انجام میده؟ اگر من وجود ندارم پس چجوری دارم فکر میکنم؟ اینها اون چیزهایی است که در شما خیلی روشن میکنه که پس اصلا نیازی نیستش که من حتی کوچکترین تأمل و تعمقی داشته باشم درباره این که آیا منی در درون من هست یا نه. خیلی طبیعیه، یه چیزی توی من هست و من زمانی که به بیماری دچار میشم، یا زمانی که عاشق میشم، یا زمانی که کسی رو دوست دارم، قشنگ احساس میکنم که درونم یه چیزی وجود داره. نشونه هایی رو در خودم حس میکنم، علائمی رو در خودم میبینم و همین ها نشون میده که پس من هستم. منی در درون من وجود داره که خیلی واقعیه. اینجاست که من یک سوال دیگری رو از شما میپرسم. میگم که از کجا متوجه این شدید که من در درونتون هست؟ همتون میگید که از طریق احساستون. یک حس عمیق درونی در من هست که میگه یه حمیدی وجود داره. یک حس. این برای شما جالب نیستش که شما تمام آگاهیتون
تمام اطمینانی که نسبت به وجود داشتن خودتون دارید به واسطه یک حسه. هرچند که این حس بسیار و بسیار پررنگه، هرچند که این حس خیلی برای شما در حد یقینه، ولی در هر صورت یک فیلینگه، یک حسه. شما احساس عمیق و بدون کوچکترین تردیدی در خودتون دارید که منی در من وجود داره، یک قدرتی، یک قوه‌ای، یک قابلیتی، یک ظرفیتی که در من هست که داره فکر میکنه. یا مثل همون سوال قبلی که اون بالا پرسیدم، یک منی در من هست که داره نفس میکشه. اما همینجا دقت کنید به این که قلب شما و کلیه اعضای بدن شما به خاطر وجود این من نمیزنه. به این خیلی دقت کنید و اگر هم دوست داشتید حتی میتونید روش فکر بکنید. قلب شما و نفس کشیدن شما اصلاً به خاطر وجود اون من در مغز شما نیست که میزنه. انگار بدن شما یک سیستم خودکاری داره برای خودش و کار خودش رو داره انجام میده و این من شماست که اتفاقاً اضافی این وسط و توهم این رو داره که فرمان روایی بدن رو بر عهده داره. ولی خب قرار شد به این خودتون فکر کنید که بالاخره کیه که در شما داره نفس میکشه. نکته دوم من اینه که وقتی که شما روانتون به هم بریزه، اگر که دچار بیماری‌های روانی خاص و خیلی حاد بشین، جالبه که این من از بین میره یا این من رو گم میکنید. انگار تمام وجود من به چیزی به اسم ذهن یا روان در شما برمیگرده. اگر این ذهن یا روان کار کنه، من هم در شما کار میکنه. ولی اگر این ذهن یا روان شما به هم بریزه، مثلا شما دیوونه بشید، اگر کارتون مثلا به تیمارستان کشیده بشه که دیگه نمیتونید درک کنید چیزی رو، دیگه نمیتونید چیزی رو بفهمید، این من هم از بین میره. یک آدم دیوانه، یک آدم روانی، حتی اگر ذهنش هم به هم بریزه، قلبش در هر صورت کار میکنه. اعضای بدنش ممکنه که همچنان کار کنن. ولی یک آدم دیوانه اگر به حدی برسه که مغزش دیگه کار نکنه، من رو از دست میده. به نظر شما ممکن نیستش که ما هممون داریم بازی میخوریم، در یک توهم مشترکی داریم زندگی میکنیم که یک منی رو در خودمون احساس میکنیم خیلی واقعیه. اگر این من در درون شما اینقدر واقعیه، مثل تپش قلب در شما، چرا در بعضیا هست و در همون تعداد اندک وجود نداره؟ چرا به محض اینکه ذهن شما به هم بریزه این من از کار میفته؟ چرا موقعی که به دنیا میاید این من وجود نداره و چرا موقعی که میمیرید این من هم از کار میفته؟ این من کجا میره؟ آیا این من به نظر شما خودش هم در حد یک فکر نیست؟ چون این ویژگی افکاره. این فکره که هیچ وقت اصالت نداره. این فکره که یه روزی میاد و یه روزی میره. این فکره که اگر ذهن نباشه، اگر روان نباشه، دیگه فکر کردنی هم وجود نداره. آیا من هم مثل فکر کردن و مثل تصویر نیست؟ آیا اساساً منی که شما از خودتون میشناسید فقط یک تصویر عمیق یقینی در درونتون نیست که شما فکر میکنید انگار یه چیز خیلی واقعیه در شما؟ چرا من میگم تصویره؟ چون این تصویر به محض اینکه ذهن شما از کار بیفته، این تصویر هم از بین میره. ما فکر میکنیم این من در درون ما به اندازه وجود یک قلب در درون ما کاملا واقعیه.
کاملا واقعیه. اگر واقعیه چرا میپره؟ چرا بعضی وقتا ممکنه بعضیا حسش نکنن؟ یا چرا در یک تجربه معنوی واقعی صحبت از بیمنی میشه؟ چرا یک سری مجانین، دیوونه ها و مشکل داران ذهنی دیگه نمیتونن اون من رو در خودشون پیدا بکنن؟ اینها برای شما چه مفهومی داره؟ شما از شنیدن این سوالات دقیقاً یاد چی میافتین؟ و متوجهید که وقتی که من وجود داشته باشه همه مشکلات هم به وجود میاد. میتونید ببینید و متمرکز باشید روی اینکه هر مشکلی که همین الان در شما هست فقط به خاطر اینه که شما یک عنصر ثابت منجمد در درون خودتون به اسم من رو قرار دادید و یا حاضرید که روش تمرکز کنید و بهش نگاه کنید، به جای خوندن مطالب معنوی بودن رو زندگی بکنید. خیلی ها رو من میبینم که از این که فکر میکنن کتابای معنوی یا قرآن یا هر نوع کتاب مقدس دیگه ای رو که میخونن احساس خوبی بهشون دست میده. خوندن مطالب معنوی اصلا شما رو معنوی نمیکنه. مثل اینکه شما کتابی درباره شنا در دریا بخونید، این به معنی نیستش که شما رو شناگر میکنه. خیلی فرق هست بین اینکه شما در مسیر باشید یا اینکه درباره مسیر اطلاعاتی داشته باشید. معنویت شما رو به اطلاعات نمیرسونه، شما رو به آگاهی میرسونه. به شرط اینکه تا کجا حاضر باشید که به بودن خودتون هم شک کنید. شما تا کجا حاضرید که در درون خودتون عمیق بشید. شاید هر نوع سوالی در معنویت به اندازه این سوال اهمیت نداشته باشه و اگر که قرار باشه که با خودتون صادق باشید همین یک سوال برای شما کافیه. تا کجا حاضرید که در درون خودتون عمیق بشید؟ یکی میگه که مثلا تا جایی که من به ترس یا اضطرابی برخورد نکنم، تا جایی که منم از بین نره، تا جایی که به خشم نخورم، تا جایی که دچار اضطراب و نگرانی نشم. پس این سوال رو اول از خودتون بکنید: تا کجا حاضرید که عمیق باشید؟